بازیگران معروفی که فقط به بازیگری قانع نشدند. فکر می‌کنی ستاره‌های سینمای ایران فقط راه بازیگری درآمد دارند؟ اشتباه نکن. بعضی از اونها کافه دارند، بعضی مدلینگ میکنن، بعضی سالن زیبایی دارند و حتی برخی کارهای عجیبتری انجام میدن. محمد رضا گلزار، شهاب حسینی، مهتاب کرامتی و خیلی های دیگه شغل دومشون چیه؟ محمد رضا گلزار علاوه بر بازیگری در زمینه مدلینگ فعالیت دارد و مالک یک سالن زیبایی مردانه است. همچنین سابقه مربیگری اسکی و سرپرستی گروه موسیقی ریزار را در کارنامه خود دارد. شهاب حسینی صاحب کافه‌ای به نام کافه هنر است که پاتوق بسیاری از هنرمندان محسوب می شود. امین طارق مؤسس یک آموزشگاه بازیگری است که به تربیت نسل‌های جدید بازیگران می پردازد. مهتاب کرامتی علاوه بر بازیگری به عنوان تهیه کننده فیلم و کنشگر حقوق کودکان و زنان فعالیت می کند. لاله اسکندری در حوزه هنرهای تجسمی فعالیت دارد و نمایشگاه متعددی از آثارش برگزار کرده است. اگر از این ویدیو خوشت اومد لایک کن، سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. تا ویدیوهای بعدی مراقب خودتون باشید.